اینا صحبت کردن یکم مشکله. خب مثلا کسی که با اشوه اونا صحبت میکنه عقلانن و منطقا، یعنی همه چیزش تأمینه. خب کسی که با اشوه اونا صحبت میکنه یعنی اینکه اوکی، مثلا نظر شخصی من آقا میتونه انگار مثلا همه راز اوکی باشه. مثلا بعضیا به قول یکی از بچه ها بود باش صحبت میکردم، مثلا میگفت اروی شکم سیری صحبت میکنن. خب اونجوری اینا خیلی سخته بهشون نزدیک شدن. اینو تو جلسات بعدش حالا همه رو خدمتتون اعلام میکنم. خب شما سعی کن اول روی این مقدمه، من حقیقتا جلسه اول میخوام روی مقدمه کار کنم بیشتر. خب شما سعی کنید بیشتر روی این فکر کنید که افراد حالت معمولی هستن. افراد نه خیلی پرخاشگره، نه خیلی مثلا میگم مهربون و ملایمه، یه چیز متعادل شما در نظر بگیرید. خب طرف عصبی میشه، مهربونم هست. خب شما اینو در نظر بگیرید که طرف مثلا حالش خرابه، مراجعه میکنه به شما، میخواید شما باش صحبت کنید، فقط میخواید صحبت کنید. شما نمیتونید بهش پول بدید، نمیتونید خوشبختش کنید، نمیتونید آیندهش رو تضمین کنید، ولی میتونید حالش رو خوب کنید. نظر شخصی من حال مردم خوب کردن بهترین کار دنیاست. چون وقتی حال مردم خوب باشه، خب حال دل مردم خوب باشه، واقعا زندگی شکل و شمایل دیگه و بهتره میگیره. یه نمونه بارزش میخوام خدمتتون مثال بزنم. خب یک آدم رفتگر، خب یه شغلی رو مثال میزنم، آدم رفتگر خیلی متشخص و خیلی متین و خیلی باوقار هستن، خیلی اوکی هن. نظر شخصی منه و حقیقتا الان هم که زیر لیسانس نمیگیرن اصلا. خب آدمای مثلا رفتگر، خب اگر همون کار رفتگریش، حال دلش، حال روحیش، حال خودش خوب باشه، خب مثلا میگم اگر همون منطقه‌ای که دستشه رو درست و به نحو احسنت، خب اگر همون کار رو انجام بده، کسی که از خونه میاد بیرون وقتی صحنه رو میبینه که آقا پاک همه جا اوکیه، خب میبینه اوکیه، حال دلش خوب میشه. همون طرف میوه فروشه، مغازش میفته دقیقاً جای خونه رفتگره، خب حال دلش خوبه، میاد میبینه اوکی، من که روزم خوب شروع شد، چرا خوب تمامش نکنم. میاد میوهاشو با همون قیمتی که هستن اوکی، ولی حقیقتا کمی ملایمتر، کمی مهربونتر. نگاه کنید بعضی مواقع اینجوری بهتون بگم، کارهای کوچیک تأثیرهای خیلی بزرگی روی زندگی افراد میذاره. واقعا دارم میگم. خب مثلا میگم طرف یک جنسی میخره، مثلا میشه 207,000 تومن. خب شما تو این 207,000 تومن شاید 57 تومن شما سود کنی. خب 57,000 تومن شما می 7 تومن هیچ میکنی، میگه 7 تومن نمیخواد بدی، 200 تومن بده. همون 200 تومنی که داره به شما میده رو به خدا از جون و دل میده. شاید بدون شما داری سود میکنی یا سود زیاد میکنی، ولی همون 7,000 تومن تخفیفه واقعا خوشحالش میکنه. حالا این کسی که اومد ازت خرید کرده کیه؟ زن همون رفتگر است. دنیا گرده، زن رفتگر است. زن رفتگره برمیگرده خونه، حال دلش میزون، با عشق، سیستم خیلی دیگه منظم و مرتب، غذاشو درست میکنه، همه چی روال میزون، میگه اوکی کاری که انجام دادم، حالا دیگه چی کار کنم. سفرهش میچینه، خونه رو مرتب میکنه تو همون تایمی که هست. خب همون تایمی که هست. معمولا رفتگره برای نهار و یا حتی شام هم هستن دیگه، حالا شاید صبحانه نباشن ولی نهار و شام فکر میکنم باید باشه. حقیقتا من زیاد تو سرش هم برش نرفتم که بدونم دقیقا چجوری تایمینگ کاریشون، ولی تا اونجایی که در جریانم فکر میکنم از انتهای شب یا اول صبح باشه تا نزدیک های ظهر فکر میکنم. خب بعد اینکه اینجوری میشه تایمش، این اوکی میده،
آقایی که میاد خونه با حال خوب روبرو میشه. خب با حال خوب که روبرو بشه واقعا خیلی خوشحال میشه از این زندگی که داره، از این زنی که داره، بچه‌ای که داره و هر اتفاق خوبی که داره میفته تو این دنیا، همش به واسطه این که افراد به هم ضربه میزنن. نگاه کنید، دقیقا ضربه زدن ما انسان این دومینویه. خب وقتی که من یه حس خوبی رو به یکی انتقال بدم، اون به نفر بعدی انتقال میده، نفر بعدی و بعدتری. کی این دومینو متوقف میشه؟ زمانی که یکی راه رو کج بره. و همین برعکس هم هستا. وقتی شما حال بد، فاز منفی و حال خیلی بدی رو به یکی انتقال میدی، دست به دست میچرخه. از آخر یکی باید پیدا بشه که اون تیکه، خب تیکه آجر یا همون دومینوی خودمونو که داره میره مثلا با مسیر ناراحتی، اونو ورداره تغییرش بده، نذاره دیگه ادامه بده. ما انسان ها باید یه جوری باشیم که پشت همون به شادی و خوبی بگیریم. خب وقتی که میاییم به غمگینی و ناراحتی میگیریم، به خدا هیچی درست نمیشه. یه نمونه، یه مثال دیگه بزنم. خب من با یکی از آشنا صحبت میکردم، میگفتش که اگر خواستی کسی رو صحبت کنی باش، من نمیگم نصیحت، چون حقیقتا نصیحت، چون خودم دوست ندارم به بقیه هم بگم که نصیحت بشین یا نصیحت بکنین. خب یک چیز، یعنی یه چیز فکری منه ها، چون نصیحت مال کسی که خودش تجربهش نکرده باشه، نه اینکه طرف خودش تجربه میکنه بعد میاد همونو بهت میگه. خب اگه بده تو چرا تجربهش کردی؟ نه جدا، اگر بده تو چرا تجربهش کردی؟ تو چرا رفتی سمتش؟ تو چرا انجام دادی؟ چرا و هزاران هزار چرای دیگر. من خیلی دوست دارم، اینو از ته دل دارم میگم، برای شاید به درد خودم هم بخوره در آینده انشالله یه نزدیک یا دور. خب من همیشه به هر کسی که اطرافم و دورم هست، خب من گفتم سعی کنید با فرزندان خود، اطرافیان خود، رفیقای خود، حتی با دشمنانتون دوست باشید. یعنی یک رفیق باشید. نکنید، بذار من عامیانه‌شو براتون بگم. خب شما وقتی با یکی دوستی، با یکی رفیقی، خب راحت میید صحبت میکنی باهاش، حرف میزنی باهاش، خودتو خالی میکنی باهاش. حالا انسان هم دو مدل داریم. خب آدم نباید ناحق بگه. خب انسان دو مدل داریم. یه مدل اینه که میاد بهت باز همون طریق همون حرفات، خب بهت ضربه میزنه، نابودت میکنه. ولی یه عده دیگه هستن از طریق همون حرفا بهت کمک میکنن، دوست دارن تو بهتر از قبلت بشی. بعضیا واقعا مهربونن، بعضیای دیگه هم مهربونن ولی مهربونی رو تو خودشون کشتن. کشته شدن مهربونی خیلی بده. اینکه آدم میتونه مهربون باشه ولی یه کاری میکنه که دیگه مهربون نباشه. من دوست دارم رفیق باشم. خب و دوست دارم اینو به شما هم بگم که سعی کنید که همیشه با اطرافیانتون، هر کس که اطرافتون است، رفیق باشید. این رفیق بودنه خیلی خوبه، اینقدر خوبه که وقتی میشینی پای صحبتشون، باشون صحبت میکنی، اصلا حس زندگی بهت میده. نگاه کنید، من نمیخوام امید واهی بدم به کسی، به هیچ کس، حتی امید واهی به خودم بخوام بدم. خب من میدونم شرایط سخته، زندگی ها سخته، اتفاقهایی که در روز داره برای ما میفته خیلی سخته، واقعا خیلی سخته.
از درک و منطق ما خارجه. من نمیخوام به شما بگم روزی 10 مرتبه صبح از خواب بلند میشی بگو خدایا شکرت من پولدار میشم. اینا همش حرفه. نگاه کنید، حرف خیلی بیشتر از تعداد گلوله های توی جنگ آدم کشته. کشته شدن یه فرد همش به این که تیر بهش بخوره، گلوش پاره بشه، خنجر به قلبش فرو بره نیست. کشته شدن میتونه به یه نشنیدن ختم بشه، به یه دوستت ندارم ختم بشه، به اینکه دیگه به من زنگ نزن ختم بشه، اینا رابطه عاطفی رو کات کنی ختم بشه، به اینکه به رفیقت بگی دیگه حال نمیکنم باهات نیا در خونمون، به اینکه به پدرت بگی به تو چه هستم به تو ربطی نداره، به اینکه با مادرت بد صحبت کنی، به اینا میتونه ختم بشه. ما نباید اینجوری باشیم. ما انسانیم، اشرف مخلوقات، خلقهای دیگه خدا. خب فقط چی دارن؟ فقط شهوت دارن. ولی ما عقل داریم، شعور داریم. حالا شهوت هم داریم، آدم نباید ناحق بگه، شهوت رو بیشتر داریم. خب ولی کلیتشو دارم بهتون میگم. خب شما سعی کنید یه کمی که نگاه کنید. به نظر من مثبت بینی خیلی خوبه، نظر شخصی منه ها. مثبت بینی خیلی خوبه. وای اصلا مثبت بین بودن انسان رو به رشد میبره، اصلا رو به رشدهای خیلی بالا میبره. خب نگاه کن، وقتی منفی گرا باشی و خودت منفی فکر کنی همش به خودت میگی خب الان برم بیرون برف میاد، بارون میاد، سیل میاد، منو میبره میکشه میمیرم. خب بابا نشد زندگی که، واقعا نشد. نگاه کنید، انسان به همین طور چیزا دلش خوشه. نگاه کن، اینجوری بذار برات توصیف کنم. خب وقتی که بارون میاد دوست داری بری بیرون، خیس میشی یا سرما میخوری. خب وقتی میری بیرون اون بارون نم نم میخوره رو صورتت، اصلا یه صفای دیگه ای داره، اصلا یه عشق دیگه ای داره، واقعا خیلی حال میده. مطمئنم همتون درکش کردین. خب ولی من دارم بهتون میگم خب سعی کنید خیلی چیزا رو درک کنید. ما خیلی 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 عقبیم. خودمو میگم کار به شما ندارم. شاید همتون یه کاری کردین که عشق دنیا رو از من بیشتر کرده، ولی من خودمو دارم میگم. حرفا و دکلمای خودم. آقا من دوست دارم این حرفا رو بزنم، دوست دارم، دوست دارم. دوست داشتم بد نیست، دوست داشتن هر کاری بد نیست. شما هم سعی کنید همه چیز دوست داشته باشید به امید یک دوست داشتنی بی پایان، یک دوست داشتنی که ته نداشته باشه. همه چی رو دوست داشته باشید. من کوچیک همتونم. انشالله عمری باشه بازم برسم خدمتتون با بهترین حرفا و جمله ها، و عمری باشه یکم دیگه با هم خاطره بازی کنیم. ولی اینو بگم بهتون، خب من دوست دارم اینو که شما هم بیاین از تجربیاتتون، چه خوب چه بد، بیاین بگین، حرف بزنیم با هم. من هم داخل کامنت ها جوابتون رو میدم، هم داخل دایرکت، و هر جایی که شما صلاح بدونید من هستم. نمیگم بی پایانم، من پایان دارم، ولی پایان خوشی رو برای همتون آرزو میکنم، همچنین برای خودم. فعلا